سلامت شد. با یه آموزش دیزاین سیستم دیگه همراهتون هستم. در این ویدیو میخوایم با مدل SMT آشنا بشیم که تقریبا 3-4 ماه پیش مطرحش کردم. یک مدل یه مقدار پیشرفته تر از انت 5 هستش. مثل توکن های انت 5 نوشته میشه، مشابهت دارن، مشابهت بسیاری دارن با هم دیگه و اصلا مدل بر همون اساس هستش، اما یک سری باگ هایی که در بیزینس مشاهده شده رو سعی کردم توش پچ بکنم و یه مقدار مدل کامل تری رو ارائه بدم که امیدوارم بتونه مورد توجهتون قرار بگیره و بتونید ازش به راحتی استفاده بکنید. SMT یعنی استاتوس منیجر توکن. استاتوس منیجر توکن وضعیت و حالت رو در سر و ته عنصر بررسی میکنه. مثلا فرض بکنید شما یک دکمه ای میخواید طراحی کنید. حالت قبلی که در خود انت موجود هستش، شما لوکال وریبلاتون رو باز میکنید، میگید که رنگ پرایمری اشاره نمیکنه که رنگ پرایمری یک کامپوننتی که تو در چه حالتیه. حالا رنگ پرایمری میتونه به عنوان بک‌گراند استفاده بشه، به عنوان بوردر استفاده بشه و غیره. در تجربه‌ای که اخیراً در شرکتایی که باشون همکاری داشتم متوجه شدم که خیلی براشون اهمیت داره دیزاینر انتخاب زیادی نداشته باشه. یعنی همه توکن های اوتلاینی که به حالت اکشن ارور دارن، اکشن ها چی هست؟ اکسنت، ارور، به عنوان مثال وارنینگ، ساکسس، لینک، اینا دکمه ها و سری خانواده های اکشن هستن. خانواده های اکشن میان توضیح میدن که این کامپوننت برای چه کاریه. مثلا کال تو اکشن یا CTA که از رنگ های اکسنت برند در از نشأت میگیره، مشخص میکنه که دکمه هایی که اهداف برند رو توجیه میکنن. مثلا دکمه افزودن به سبد خرید معمولا CTA، دکمه پرداخت معمولا CTA یا سبز در گاهی اوقات، و مشخص میکنه که خب شما با کلیک بر این دکمه در کدام فلو قرار میگیرید و این فلو چقدر مهمه برای بیزینس. همونطور که دکمه قرمز شما اگه یه جایی ببینید مشخص میشه یه چیزی دارید حذف میکنید، یک عملی دارید انجام میدید که غیر قابل بازگشته، یا مثلا هر گونه بنر یا نوتیفیکیشن یا حالا انواع اقسام کامپوننت های اطلاع رسانی نوتیفیکیشن وجود دارن، به رنگ سبز ببینید متوجه میشین که خب یه فرایندی به درستی انجام شده و موفقیت آمیز بوده. خب حالا این فرایندها باید مشخص باشن که رنگ هر گونه کامپوننت اوتلاینی که زیر مجموعه خانواده ارور هست چه توکن هایی داره و توکن هاش چی هست، رنگ عناصر کامپوننتی که تو پره یا اصطلاحاً فیل هستش و در خانواده ارور یا اکشن از خانواده اکشن ارور هستش به چه صورت. مدلی که خود انت داره یه مدلیه که سوگیری نداره روی فرم یا شکل کامپوننت، که خب این خیلی درسته. اما یه مسئله که هست در شرکت هایی که 8 تا 10 تا دیزاینر دارن، خیلی باید شسته رفته باشه. یعنی شما قشنگ مشخص کنید هر کامپوننتی که تو خالی بود یا اصطلاحاً اوتلاین بود و اکشن دار بود، مثلا جزء خانواده کال تو اکشن میشه. کال تو اکشن شما رنگ اکسنت شما مثلا سبزه یا اصطلاحاً بالا نارنجیه. اگر شما کامپوننتی میخواید بسازید که از خانواده اکشن های اکسنتتون، رنگ برندتون شکل میگیره، توکن های تو خالیش با توکن های نسخه توپر یا فیل کامپوننت با هم متفاوتن. خب قطعا رنگ کامپوننت هایی که فیل هستن روشن درونش استفاده میشه. مثلا یه بک‌گراند به عنوان مثال براتون نشون بدم، بذارید همینجا من خدمتتون نشون بدم. اینجا میتونید ببینید که این باتن رنگ داخلش تکستش سفید هست و این باتن مشکیه. حالا اگه ما بخوایم یک باتنی داشته باشیم که مانند این اوتلاینه، ما دیگه نمیتونیم رنگ سفید رو درونش استفاده کنیم، زیرا که اوتلاین و تکست بک‌گراند روشن یا ترانسپرنت دارن، معمولا ترانسپرنت. خب من رنگ سفید رو نمیتونم در این بک ازش استفاده بکنم. در اون زمان چی؟ اگر من بخوام یک کامپوننتی بسازم و به دیزاینرهایی که تو اون سازمان وجود دارم بخوام بهشون بگم که بچه‌ها رنگ‌های کامپوننت هایی که
از اکسنت نشأت میگیرن، رنگشون مثلا نارنجیه، اونایی که تو خالیان چه شکلی و اونایی که تو پرن چه شکلی و توکناش چه جوری میخواد باشه، این مسئله در اند فراهم نیست و در دیزاین سیستم‌های مختلف هم فراهم نشده. دلیل هم داره که خب دیزاین سیستم‌ها برای اهداف بیزینسی دارن استفاده میشن و معمولا بیزینس‌های خیلی بزرگ میان توکن خودشون ارائه میدن که SMT یکی از همون توکن‌های بوده که من افتخار اجراشو در پروژه تپسی فود داشتم. حالا بریم ببینیم که این دقیق تر به چه معناست و لطفاً اگر شما میتینگ کانونشن رو مشاهده نکردین، حتما میتینگ کانونشنی که در یوتیوب قرار دادم رو بررسی بکنید. منطق نامگذاری توکن ها، طبقه بندیشون و غیره رو هم درونش توضیح میدم. البته من در آخر این ویدیو هم این رو توضیح میدم، به خاطر اینکه هدف از این ویدیو آموزش نصب و اجرای توکن ها هستش. مسائلی مثل کانونشن توکن، نحوه نامگذاری توکن، پارت ها و قسمت های مختلف توکن های SMT به چه شکلی و چجوری نامگذاری میشه رو بعد از آموزش مورد بررسی قرار میدم. خب هدف اینه که توکن هایی طراحی کنیم که چندین تا دیزاینر داریم، اینها هر رنگی که دلشون میخواد رو برای دکمه هاشون در نظر نگیرن و هر کامپوننتی که تو پر یا تو خالی باشه، به این صورتی که کلا دسته تو پر و تو خالی جدا میشن از هم دیگه و توکن های خاص خودشون رو دنبال میکنن که اگه یه روزی شما خواستین روی فقط کامپوننت های تو خالی که ارور هستن یا کامپوننت های تو خالی که ساکسس هستن آپدیتی بدین به هر دلیل ناشناخته‌ای که ممکنه البته خلاف قواعد گشتالت هم باشه، بتونید بدون ایجاد کانفلیکت بین این دوتا فقط دسته‌بندی کامپوننت های اروری که تو خالی هستن رو آپدیت بکنید و توکن های ارور تو پرتون تغییر نکنه و همه چی خیلی شفاف باشه. من اشاره کردم که توکن چیه، میتونید فایل رو دریافت کنید، من لینکش رو براتون میذارم. توکن چیه، چی شد که اصلا SMT رو مطرح کردم، چی شد که توکناش کم آورد توی سیستم و دیزاین سیستم چی از دیدگاه من، توکن چیه و چه کمکی میکنه. شما میتونید اینو بررسی بکنید، تو ویدیوهای قبلی هم هست. من میخوام تو این ویدیو برم سر اصل مطلب که چجوری استفادهش بکنیم و چجوری نصبش بکنیم. انواع توکن رو توضیح دادم. قسمت انواع توکن برای قسمت SMT مناسب توضیح دادنش. من در SMT 3 تا توکن دارم، 3 تا دسته کالکشن توکن دارم که این توکن ها 3 جنس مختلفه. یه سری توکن های پریمیتیو یا من اصطلاحاً اون رو پلت نامگذاری میکنم. چرا پلت نامگذاری میکنم؟ به خاطر اینکه گرافیک دیزاینر، مارکتر، بیزینس اونر، دیولپر، دیزاینر، همه اینها پلت براشون یک نام، یک مفهوم داره. پلت به معنای رنگ هایی هستش که نحوه آن استفاده از آنها شرح داده نشده. یعنی یه سری رنگ مجازن، یه سری رنگ مجازن، شما میتونید از این استفاده بکنید. مثلا قرمزاتون مشخصه، من نمیگم قرمز کجا استفاده، میگم قرمزه، نمیگم اروره. اگر من بگم این قرمز رو چجوری استفاده بکن، میشه سمنتیک، میشه وقتی من دارم به توکنم روی نام توکنم به شکلی نامگذاری میکنم که یوزر دیزاین سیستمم که دیزاینر من هستش میتونه این رو بخونه و خیلی راحت متوجه بشه که بله این توکن مناسب گروه اکشن های اروری هستن که کامپوننت های تو خالی دارن. متن اون کامپوننت تو خالی میشه این. حالا اون رو بخواید اون متن رو هاور بکنید یا نسخه پرستش رو نمایش بدیم، بسیار راحته. و در نهایت هم یک لایه‌ای داریم به نام توکن های آناتومی که آناتومی همون ساختار پدینگ و گپ و مارجین شما رو شکل میده که من پدینگ و گپ رو در این ویدیو توضیح میدم و مارجین رو در ویدیو دیگه هندل میکنم، چون ما در دنیای دیزاین مارجین نداریم ولی در دنیای دیولپ مارجین داریم. تفاوت مارجین با پدینگ که شما میتونید، ما در دیزاین به فریمی که محتوا رو گرفته میگیم هر چیزی که درونت بود رو از چپ و راست درون خودت فاصله بده، یعنی در اصل از خود کامپوننت به درونش. ولی در دنیای دیولپ شما میتونید به یک کامپوننتت بگی که اگر یک کامپوننت دیگه گذاشتم بغلت با اون تو فاصله بگیر و این خیلی شرح داده شده. تفاوت پدینگ و مارجین، پدینگ بر عهده نگه دارنده است، هر فریمی که نگه میداره پدینگ رو به فریم نگه دارنده میدن.
مارجین یه مقدار بیرون قضیه است. شما میتونید به یه فریم بگی که اگر یه چیزی کنارت بود تو باش فاصله بگیر، ولی ما در دنیای دیزاین آن چیزی که کنارش هست رو میذاریم توی فریم، بعد بهشون گپ میدیم و این اتفاق میفته. واسه همین پدینگ و گپ و مارجین اینا با هم دیگه تفاوت دارن و در دنیای دیزاین هم من مارجین رو به دیزاین سیستم یونیتی 3 اضافه کردم. 3 تا لایه داریم که بگیش رو که خدمتتون عرض کردم آناتومیه. لایه توکن‌های مجاز کلید تیم بیلدر هاست. اون لایه پلت ماست. بریم ببینیم. اینجا شما باز بکنید پلت، رنگ های مجازن. رنگ های مجاز چیه؟ رنگ برنده، رنگ پرایمریه، رنگ قرمزه. اگه خواستین یه جای رنگ زرد استفاده کنید، زردهای مجاز با این برند اینها هستن. زرد دیگه استفاده کنید ممکن مثلا با رنگ برند به کانفلیکت بخوره و به خطا منجر بشه. گرین و بلو، نیوترال و اسلیت و برایتنس. رنگ های برایتنس نیم پرده های روشن هستن که من در دیزاین سیستمم ازش استفاده میکنم که بتونم توکن های سمنتیکی رو بسازم که خیلی مثلا پوستیازی با رنگ های روشن دیگر تفاوت داشته باشن. رنگ برند رو من اینجا کالر برند نامگذاری کردم که شما فایل رو میتونید ببینید، بررسی بکنید. کالر برند هستش. رو نسخه‌ای که حالا این نسخه تستی هست، رو نسخه شما آرش هم دقیق قرار داده شده، اینجا جا افتاده از این قسمت. و کالر پرایمری به این شکله. شما تیکه اول رو به شکل کامل کیس می‌نویسین، یه دش میذارین و جایگاه اون رنگ در کل پلت رو مشخص کنید. در قسمت پلت یه سری کلید وجود داره، مثلا کالر برند کی یا مثلا رد کی. رد کی اون کلیدی هستش که ما یه رنگ قرمز می‌بینیم ازش خوشمون میاد و اون رو میدیم به پلت ساز، نرم افزار ابزاری که پلت ها رو شکل میده. بقیه طیف‌ها رو از اون استخراج میکنه. این به شما کمک میکنه که اگه خواستین پلتتون رو به کسی بدین، برندین همه کل پلت رو استخراج کنین. شما فقط کلید رو برمی‌دارین. کلیدم الان ردشون 600 ولیوشو کپی میکنم میفرستم برای دوست عزیزی که میخوام، اون میره میده به یک پلت ساز و کل این طیف رو دوباره به دست میاره. چرا؟ چون من رد 600 رو بهش دادم. پلت ها تا 950 و 50 میتونن اکستند بشن و ما با توکن رد کی داریم اشاره میکنیم که کدوم از اینا روز اول چه شما رو گرفت. به همین سادگی. و یکی مسئله که رو توکناتون رعایت بکنید این که از وصل کردن این توکن ولیوش به این، اینجا میتونید برید مثلا تو لایبرری وصلش کنید به یک توکن مورد نظر خاص خودتون. مثلا شما میتونید این رد رو وصل کنید به یه رد دیگه، وصل کنید مثلا رد 600 رو وصل کنید به رد 800. این کارو نکنید، به هیچ عنوان این کار نکنید. کلا الیاس کردن در خود کالکشن براتون مشکل ساز خواهد بود. واسه همین هیچ وقت در خود کالکشن یک توکن رو به توکنی از همون کالکشن وصل نکنید. حالا ممکنه تو سمنتیک، ممکنه که قطعا در سمنتیک همه این رنگ ها وصلن به پلت، ولی هیچ کدوم از این رنگ ها وصل نیستن به یک هم ردیفی از کالکشن خودشون. کالکشن ها میشه دسته‌بندی‌های بزرگ که انواع اقسام توکن رو بر اساس نوع تفسیری که ما داریم و استفاده‌ای که داریم دارن مطرح میکنن. پلت رنگ خاممون هستش. خیلی نگفتیم این رنگ قرمز کجاست و چجوری باید استفاده میشه. یه بار اینا رو همه رو مشخص کنیم. بچه‌ها رنگ اکسنت تو پلت نیست. تو پلت اسمش برنده. اگر من بیام همین رنگ برند رو در حالت سمنتیک استفاده کنم، اونجا میشه اسمش اکسنت یا رنگ لهجه. چرا؟ چون من به اون رنگ خام دارم یک یوزیج، یه استفاده دارم مطرح میکنم باهاش و چون اومده مورد استفاده قرار بگیره همون مفهومه، ولی چون دستورالعمل استفاده هم درونش هست، واسه همین تبدیل از رنگ برندی که هیچ دستورالعملی نداره تبدیل به رنگ اکسنت میشه که یک اهدافی داره. رنگ اکسنت سرچ هم بکنید، مقالاتش در اساس هستش که CTA و اکسنت چه کمکی به نرم افزارتون میکنن و در اصل شما با رنگ برند دارید مفهومی رو به کاربر انتقال میدید. سرتون در نیارم. سمنتیک ها هستن، میتونید ببینید. لایه آناتومی رو در انتها شکل میدم. قبل از اینکه من توضیح بدم رو مدل به چه صورت هستش، میخوام نحوه نصبش رو آموزش بدم. این نحوه نصبش خیلی ساده است.
نهایت ساده است. رو باکس توکن همین فایل رو باز بکنید، روش کلیک بکنید، حتی نیازی پورتال روش کلیک بکنید، به شما یک فایل زیپ میده. اون فایل زیپ رو اکسترکت بکنید، روی این کلیک بکنید، بعد به شما تو کامیونیتی چیکار میکنه؟ یک پلاگینی رو معرفی میکنید. پلاگین خیلی جالبه. اون پلاگین رو در پروژه مورد نظرتون باز بکنید. هر پروژه، حالا پروژهتون سعی کنید تستی باشه، رو پروژه اصلی اینو اجرا نکنید تا دستتون بیاد که چجوری باید ازش استفاده بکنید. یه پروژه تستی درست کنید، روش پیاده بکنید. بعد تو پروژه تستیتون یه صفحه‌ای باز میشه، این مثل این، بذار ببینم، همین کامپوننت، همین پلاگین هستش و یه همچین چیزی براتون تو پروژهتون باز میشه. شما میید داخل ایمپورت، از داخل ایمپورت شما میتونید هم انتخاب کنید از توکناتون. وقتی توکنتون رو اکسترکت کنید، این فایل رو به شما میده روز اول وقتی کلیک میکنید مرحله اول، و بعدش هم اکسترکتش بکنید، به شما یک فایلی میده به نام دیزاین توکن. دیزاین توکن انواع اقسام کالکشن‌های توکن مختلف اینجا قرار داده شده. همه رو سلکت کنید و همه رو اوپن کنید. اینجا یه نتیجه به شما میده، نتیجهتون نباید ایرور داشته باشه و با یک همچین شکلی که جلوش یه نیو وین مینویسه برای شما یه نیو مینویسه و این نشون میده که اگرم حالا در کالکشناتون توکنای دیگه داشتی، اون نوعه که کنارش میذاره یعنی جدید، به شما اجازه میده اگه قبلا کالکشن بنا پلت داشتین دوتا رو اشتباه نکنید، اون جدیده اون یکی جلوش نیو نوشته و به سیستمتون اضافه میکنه. وقتی به سیستمتون اضافه کنه یه مقدار سمنتیکاتون به هم میریزه. مثلا بتونید شما اول شروع کنید اینا بستن، واسه اولین بار فقط این اتفاق میفته، این بستن. نگاه ترتیب به این صورته: دیفالت، پرایمری، ساکسس، اکسنت، ارور، وارنینگ، بعد اسپک، لینک، تکست، بیجی، بوردر، فیله. از اینجا تا اینجا اصطلاحاً استیتلس هستن، فاقد هر گونه هاور و غیره هستن، توکنایی هستن که دارای هاور نیستن به هیچ دلیلی. زیر مجموعه دیفالتن و در مجموعه پرایمری که الان توضیح میدم که اینا بشه زده. شما ترتیب رو اول رعایت کنید که همزمان با من در یک راستا باشید. پلتتون هم براتون میاره. یه لایه کامپوننت هم داریم که در انتها بهتون توضیح خواهم داد. خب به همین راحتی نصب کردیم. حالا توکنای SMT بشیم. ببینید توکن SMT این شکلی. ما یه رنگ رابطه کاربری داریم. یه رنگ رابطه کاربری اون رنگ نوترال یا هر رنگی هستش که اکسنت نیست، یعنی دنبال روی کار برند نیست. این اکسنت ما سبز. به عنوان مثال اینجا من سبز آوردم. اکسنتی که تو این پروژه در قسمت SMT این اکشن میتونید ببینید. بچه‌ها اینا کامپوننت خیلی خوبی هستن، میتونید استفاده کنید. مثلا این خیلی کامپوننت خوبیه. من آخرین بار باگش رو رفع کردم و یک از بیس این رو طراحی کردم، با سبک طراحی خودم رو داره دنبال میکنه. میتونید ازش استفاده کنید در پروژه مختلف خودتون. آخرش هم توضیح میدم چجوری میتونید ازش نهایت استفاده رو ببرید. یه فوتوزگری داره تو استفاده کردنش. خب اینجا رنگ برندمون زرد. برگردیم. اینجا رنگ برندمون سبز. حالا فرق نمیکنه، اکسنتشون. یه رنگی هم شما دارین که رنگ رابط کاربریتونه. مثلا این متن هایی که می‌نویسین، بوردر، رنگ بوردراتون ممکنه یه مقدار شید آبی بهش اضافه کرده باشین. مثل من اینجا رنگ های متنم یه ذره شید آبی داره و غیره. مسئله که هستش اینه که شما باید توکن هاتون به حدی مرتب باشن که اگر یک کامپوننتی رو فراخوانی میکنی که تو پره و رنگ رابط کاربری روش سواره، در نهایت به یک کامپوننت تمیز و بدون خطا، چه علاوه کانترست چه علاوه رنگ برسید. و اگر شما کامپوننتتون تو خالیه یا اوتلاین همون رنگ رابط کاربری یا پرایمریتون هست، باز هم یه توکنای دیگه ای رو جدا دنبال کنید و به هدفتون برسید. برای این کار کنوانسیون‌های آناتومی و توکن و سمنتیک رو رد میکنم. شما میتونید مطالعه بکنید. ویدیو کانونشن هم میتینگ کانونشن رو حتما بررسی کنید. 3 ساعته، ولی خب من در تمام تلاشم می‌کنم فلسفه دیزاین سیستم رو توضیح بدم. میرسیم به اینکه SMT چجوری کار میکنه. SMT توکن استیت پذیر یا حالت استیت پذیر و حالت پذیری هستش که بر پایه حالت و وضعیت شکل گرفته. یعنی در این
اول ماجرا میگیم اوکی اون کامپوننتی که ما می‌خوایم بهش برسیم دکمه است اینپوته، اول تو خالی یا تو پره اینو مشخص کن، یا حتی اگر جزء خانواده اکشنی داره اونم مشخص کن. مثلا من اگه بخوام یک دکمه اکسنتی رو بسازم که رنگ برند توش باشه، میگم کالر اکسنت. اول مشخص میکنم که چه رنگی رو میخوام از کدوم اکشن، میگم کالر اکسنت. به عنوان مثال اینجا نمایش داده شد. حالا اون کالر اکسنت تو پر یا خالیه؟ اگه تو خالیه میشه دیفالت، اگه تو پر باشه میشه پرایمری. مسئله که داره دیزاین سیستم نمیپذیره که شما توکنتون رو اسم کامپوننت یا استایل رو بیارین داخلش. مثلا ما نمیتونیم بگیم که این توکن اوتلاینه، چون ممکنه این دیزاین سیستم رو ببرید توی پروژه دیگه، خب اوتلاینش اون نباشه. برای همین توکن ها کلا ماهیت دیزاین سیستم از نوع سبک و نوع شناسی اولی دومی سومی، حالا مهم نیست اولی دومی سومی رو شما چجوری معنی میکنید. میگیم ما یه چیزی پیش‌فرضه. ببینیم الان یه توکن اینجا داریم، یک کامپوننت داریم پیش‌فرض. این پیش‌فرض من یه چیزی که بیشتر از همه استفاده میشه، معنی خیلی خاصی نداره، کاربر یک عملی انجام. یه چیزی دارم اسمش پرایمری، از پیش‌فرضم ارزشمندتره. یه چیزی دارم که اسمش تکست، از دیفالت هم کم ارزش‌تره. حالا یه چیزی دارم که از پرایمری و دیفالت با ارزش‌تره، CTA. قدیما تو دیزاین سیستم ها یه سکندری هم داشت. سکندری بین پرایمری و دیفالت. سکندری از پرایمری کم ارزشمندتر بود، از دیفالت با ارزش‌تر. ولی به خاطر مسائل قواعد گشالت و شناخت ما و اصل مشابهت این سکندری حذف شده و دیگه الان همه چی یا پرایمریه یا دیفالت، تکست، لینک و CTA. دکمه‌های دینجر هم وجود دارن. مثلا ما یه اروری داریم که پرایمری، یه اروری داریم که دیفالت، یه اروری داریم که تکسته. ستای این دوتا دسته، اینا سه تا ولی دوتا دستن، با هم میتونیم بررسی کنیم. ببینید این پرایمری تو پره، این یه توکنی داره، این دوتا در یه دستن. چرا؟ چون حالت تکست هر کامپوننتی از ما همون منطق رنگ اوتلاین رو برات داره، فقط بوردرشو نداره. میتونید ببینید همونه. به عنوان مثال اینجا من میگم تکست من همینه ولی بوردر نداره، پس یه چیزی کم شده ولی همونه از لحاظ کلی. برای همین اینا دو تا قسمت در یه خانواده قرار میگیره. حالا بریم تو اکشن ببینیم این چه شکلیه. یه دستورالعملی نوشتم، گفتم که اول اینکه هیچ وقت اوتلاین و فیل و اینا نذارین. اوتلاینتون رو دیفالت فرض بکنید. اینجا بهتر نوشتم، گفتم اوتلاین رو بگو دیفالت، فیل رو بگو پرایمری، تکست اونلی رو بگو دیفالت دوباره، برند رو بگو اکسنت، یعنی درست به جای اینکه بگی برند بگو اکسنت، چون داری بهش کاربرد اضافه می‌کنی. وقتی کاربرد به رنگ برند اضافه میشه اکسنت رو به تحویل میده. و این اسم دکمه CTA میشد مثلا اکسنت نمیشه، مثلا میگفت رنگ دکمه برند. خب یه مقدار متفاوته. گرین رو بکن ساکسس. گرین ما نداریم، ساکسسه. حالا شاید تو یه پروژه بهت بخوره که ساکسسش قرمز باشه. ما تو دیزاین سیستم وظیفه انتخاب گذاشتن جلو دست یوزر دیزاین سیستم رو نداریم. ما میگیم یه چیزی هست ساکسسه. ممکن ساکسس شما رنگش شما به عنوان مثال رنگ اکسنتتون سبز باشه، ساکسستون سبز باشه. این دو تا طیف با هم متفاوت باشن دیگه. به همین علت اینا با هم دیگه جدا هستن. و اروره، نگو رد بگو ارور. یه سری علائم داره که من بررسی میکنم جلوتر. یه دستورالعملی گذاشتم. پس هر چیزی تو پر بود میگیم پرایمری، هر چیزی تو خالی بود میگیم دیفالت. تو خالی یا تکست بود. میگم که اول خاصیت کامپوننت رو مشخص کن. اول مشخص کن که چه خاصیتی از کامپوننتی میخوای. مثلا رنگ میخوای یا سایز میخوای. میگه بله رنگ میخوام، این صورتی شد، یعنی که انتخابش هم. اینو یه جای گوشه ذهنم میذارم. کالر میخوام. خب حالا کالر چی میخوای؟ آیا چیزی که کامپوننتی میخوای بسازی دارای اکشنی هست، یعنی جزء اکسنت، ارور، ساکسس، وارنینگ، لینک هستش یا نه؟ اگر بود صبر میکنیم، اگر نبود از بیس که همون رنگ اصلی رابط کاربری که اصلا نوشته نمیشه در توکن ها به خاطر دیفالت و پیش فرض بودنش، ولی خب ما باید نامی براش بذاریم که متوجه بشیم که اون چیزی که نیست چیه دقیقاً دیفالت. اون اسمش بیس. یه سری ها مثلا اسمشون اکشن لسن. اکشن لس ها چیان؟ اشاره کردم الان اینجا یه توکن CTA میتونی ببینی. این یه دونه ساکسسه، این
مثلا وارنینگ، اینم ایرور. اکشنلس ها چیان؟ رنگی که در بلاگت به کار میبری اکشنلس یا استیتلس، هیچ فرقی نمیکنه. در خانواده اکشنلس ها هستن، ماهیتش استیتلس، یعنی قابلیت هاور شدن نداره و اکشنی هم نداره. در کل نه اشاره به بیزینس، نه به ارور، نه هیچی، متن فقط واسه خواندن و اون متن روش هاور بکنی به تو هاوری نشون نمیده و اصلا قابل هاور نیست و هاور پذیر نیست اصلا. نه هاور میشه، مثلا متن بلاگ شما که دیسیبل نمیشه، تیتر بلاگ شما که دیسیبل نمیشه، مثلا تیتر کلا دیسیبل نمیشه معمولا. و اینا میشن استیتلس یا اکشنلس در خانواده اکشنلس. بریم ادامه. شما مشخص کردی که کالر میخوای، بعد میگی که آیا اکشن داره. من اینجا اصطلاحاً گفتم که اکشن دارد. میگم رنگی رو میخوام که اکسنت باشه. رنگ اکسنت ما چی بود؟ مثلا نارنجی. پس الان من دارم مشخص میکنم که دارم میرم سمت یک کامپوننتی که به کال تو اکشن ربط داره. بعد میگم حالا تو پر باشه یا تو خالی. میگیم تو پر باشه. رنگ اکسنت پرایمری این از این من مشخص کردم که حالت کامپوننتم تو پر از خانواده رنگ‌های اکسنت داره فالو میکنه و اصلا دارم رنگ انتخاب میکنم. پس از رنگ شروع میکنم، میرم چه رنگی و اون رنگ چه حالتی داره، چه استایلی داره که پرایمری تو پره. و حالا که اینو تشکیل دادیم ما میگیم چیشو میخوایم، چه کدوم عنصر رو میخوایم. در نهایت میایم بعد از اینکه استایلش رو مشخص کردیم که پرایمری دیفالت بود، میایم عنصر رو مشخص میکنیم. میگیم که خب ما تکست میخوایم، رنگ کامپوننتی رو میخوایم که رنگ اکسنت رو توش داره و حالت تو پر هستش. من تکست اون رو میخوام. تکست اون چون تو پره به شما یک رنگ متن روشن یا سفید به شما میده. حالا بستگی داره که شما چی کانفیگ کنید تو این پروژه، به شما سفید میده که الان میریم با هم کامل بررسیش میکنیم. در آخر نیز استیتبل بودن رو مشخص میکنیم. مثلا آیا این رنگ کالر اکسنت پرایمری تکست که تکست یک کامپوننت حالت پرایمری و فیل در خانواده اکسنت و رنگ هستش، رنگ اکسنت هستش، آیا هاور کنم روش اصلا هاور هم میپذیره؟ اگه هاور میپذیره تا این یه هاور بنویس، میشه کالر اکسنت پرایمری تکست هاور، کالر اکسنت پرایمری تکست دیسیبل و کالر اکسنت پرایمری تکست به عنوان مثال حالا پرست، دکمه‌ای که فشار میدیم ما پرست میشه. این کل منطقی هستش که برای کار مد نظر میگیم. در آخر استیت ها مشخص کنید، چون شما اول نمیید هاور طراحی بکنید، کامپوننتتون هاور دارش طراحی کنید بعد بریم عادیشو طراحی کنید. شما اول عادیشو طراحی میکنید بعد به هاور میرسید دیگه. پس استیت همیشه ته کامپوننت، ته توکن، ته کامپوننت و کامپوننت ها به استیت ها میرسن. ولی اول شما هر کاری بخواید بکنید، حتی رو وای فریم، اول رو وای فریم مشخص میکنید که آیا تو پر یا تو خالیه. رو وای فریم رو کامل مشخص کنید. اینجا میتونید یه نمونه ببینید. مثلا اینجا مشخص داریم میکنید که تو پر یا تو خالی. حالا بریم تو اکشن ببینیم. اینجا نوشتم که سخت بود، نه سخت نبوده. اگه شما سیستم های نکست استفاده بکنید خیلی بهتون کمک میکنه. فریم ورک نکست ساختارش تیل بیندیه، خیلی راحت میتونید خروجی بگیرید و کانفلیکت خیلی کمی داره. این توکن هاتون رو باید، چون این توکن های SMT فاقد هر گونه وابستگی به گروهشونن. یعنی ما الان اینجا کالر تکست هدینگ در کل لایه ها فقط یه دونه کالر تکست هدینگ داریم، اونم اینه. حالا مدل های آینده من 2-3 تا ارور همین وسط داره، من زودتر بهتون اطلاع رسانی بکنم که اونا رو رفع خواهم کرد. چجوری بفهمیم توکن یونیکه؟ بچا توکن توی موقعی که خروجی میگیریم به تحویل دیولپر میدیم، توکن داره دسته‌بندی نیست. توکن به صورت خام و خالص استفاده میشه. برای همین اینجا نباید بنویسین که چون تکست رو اینجا نوشتین فقط بنویسین هدینگ. کامل مشخص کنید رنگ تکست هدینگ به صورت کامل کیس، استفاده از اعداد، علائم، در سمنتیک به کل ممنوعه. فقط باید از کاراکتر استفاده بکنید، فاصله هم نداریم داخلش. که در میتینگ کانونشن کامل اینو توضیح دادم که منطقش از کجا میاد، چرا و چگونه. حالا یه فوزگری بهتون یاد بدم. اینجوریه که میخواید ببینید که توکناتون یونیکه، اولین توکن انتخاب کنید، اسکرول کنید پایین، شیفت رو نگه دارین، آخرین توکن انتخاب کنید، همه رو براتون سلکت کنه. اینو نگه دارید، درگ اند دراپ کنید داخل آل وریبل. هر چی باقی بمونه داپلیکیت داره. نگاه من اینجا کال اکسنت بی جی اکتیو داپلیکیت دارم.
یعنی که این توکن درون آل وریبل هست و 2 بار تکرار شده. با این تکنیک ساده میتونید کیفیت خروجی توکن هاتون رو راحت ببرید بالا و اجازه ندید که توکن هاتون توشون داپلیکیت داشته باشه، یه توکن رو 2 بار استفاده کرده باشید. موقعی هم که دارید از این دو توکن خروجی میگیری ایگنور آلیانسش کنید، یعنی توکن های سمنتیک وصلن به خودشون، اینا رو همه رو دیتچ میکنه بعد خروجی میگیره. این رو هم رعایت بکنید، هم در پلت هم در سمنتیک که سمنتیک بیشتر دیده میشه. بریم رو مدل ببینیم چه شکلی کار میکنه. مدل اول مشخص کن، یه شروع مدل انتخاب کن. انتخاب خاصیت، چی میخوای؟ آناتومی میخوای، موجودیت میخوای، سمنتیک. موجودیت آخر سر بهتون میگم. آناتومی که نمیخوام فعلا، سمنتیک بیشتر تمرکزش رو رنگه، ولی من یک کانونشن و کنوانسیون نامگذاری یه مقدار مناسب‌تر، مرتب‌تر برای رادیوس ها و خانواده اسپیسینگ ها قرار دادم. خب میگم سمنتیک میخوای، توکن سمنتیک میخوای، حتما در مورد توکن سمنتیک خوب مطالعه کنید. توکن سمنتیک توکنی هستش که نحوه استفاده آن در اسم آن شرط داده شده. توکن سمنتیک فاقد هر گونه اشاره گذاری به کامپوننت هست. یعنی شما نباید تو توکن سمنتیکتون بگین این توکن مال باطنه. توکن ها طراحی میشن که ریوزبل باشن. شما وقتی میگید این واسه باطنه دیگه یوزبل نیست، دیگه ریوزبل نیست. متریال وقتی اومده این کار کرده، متریال در نسخه دیولپش این کار کرده، اون هم مسائل مختلفی داره که من در جلسات آینده بررسی میکنم و دلیلش هم بهتون میگم. پس ما توکن هامون حالت دارن، حالت ها رو میسازن، استیت ها رو میسازن. کاری نداره شما باطن میخوای باش بسازی، باش میخوای اینپوت بسازی، باش میخوای چی بسازی، هیچ کاری با شما نداره. میگه من فقط وضعیت و حالت رو، سر و ته قضیه رو در از میگیرم و این برام مهمه. میگیم که توکن بیس یا اکشنه. بیس میشه همون مثلا دکمه های نیوترالت، دسته‌بندی های بلاگ، متن، پاراگراف، اینا تو دسته بیس هستن، ولی دوباره به 3 تا دسته تقسیم میشه بیس. شما وقتی اینجا یه بنفش میبینید یعنی بنویس، یعنی از همینجا بنویس. اگه کالر میخوای بنویس کالر، همین تو ذهنت باش کالر. خب چی میخوای؟ کالر بیس میخوام، توسیه نمی‌نویسم، میگم کالر. اگه یه دونه دیگه باشه چی؟ اینجا میبینید که اکسنت، این اکسنت اینه. میگه بنویس کالر اکسنت. بعد میایید اینجا میگه که خب اوتلاین میخوای یا فیل. اگه فیل میخوای پرایمری استفاده کن، بنویس کالر اکسنت پرایمری. اگه اوتلاین میخوای بنویس هیچی. من اینجا بنفش نکنم، یعنی ننویس. چرا؟ چون دیفالت رو نمی‌نویسیم کلا. هر چیزی که پیش فرض باشه نمی‌نویسیمش. میگیم کالر اکسنت اوتلاین اسکیپ، دیفالت اسکیپ، کالر اکسنت تکست. نگاه کنید کالر اکسنت تکست رو این پیاده شده. کالر اکسنت تکست این توکن رو شکل داده. میگه تو دسته‌بندی اکسنت هست، دیفالت هم هست، ولی تو اسم توکن تأثیری نداره. اینو من ببرم بالا. کالر اکسنت تکست توکن تو خیلی کوتاه کرده. چرا باید بنویسی چیه فلانه چیه فلانه؟ دیفالت یه چیز پیش فرضه، ننویسش. توکن تو بیخودی بلند می‌کنی. و تا هر جایی که میتونید باید تو ابعاد و اندازه توکن صرفه جویی بکنید. و این رنگو به ما انتقال داده. این رنگمون هستش. تکست. آیکون ها از تکست ها میگیرن، یعنی شما رنگ آیکون رنگ تکسته. چون رنگ آیکون نداریم ما در دیزاین سیستم های پیشرفته ای که شما این رو بعد دست بگیرید. رنگ آیکون زمانی توکنش فعال میشه که شما یه دونه آیکون بذارید و کنارش تکست نباشه. اگه کنارش تکست باشه فاقد قوانین گشتالته و موقع دو تابعیتی رنگ به وجود میاد و میبینید که آیکونتون یه رنگه، تکست میگیرن. آیکون ها به کل ولیو های تکست میگیرن. یعنی شما تو دنیای دیولپ هم رنگ تکست رو بدی به آیکون، خودش رنگ میگیره، واسه همین فرقی نمیکنه. آیکون هایی که در کنار تکست استفاده میشن و کلیه آیکون ها اکثرا شما میتونید در 99% اوقات از رنگ های تکست استفاده کنید، هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد. کما کن که اگه رنگ تکستتون عوض شد، رنگ آیکوناتون هم عوض میشه. چرا؟ چون رنگ آیکوناتون به خاطر نزدیکی و پیوستگی که اصل مجاورت در مجاورت متنتون هست، اصل مجاورت رو در میتونید یکی از میتینگ‌های آینده بانی بررسی بکنیم. قوانین گشتالت اون هم باید تغییر میکنه. ولی اگه شما واسه آیکونتون یه توکن کاملا مجزایی طراحی کرده باشین، رنگ متنتون رو عوض می‌کنید، رنگ طیف
میزان روشنایی رنگتون در آیکون ها عوض نمیشه. سرتون درد نیارم. کالر اکسنت تکست، رنگ اکسنتی رو میخوام که تکست این وسط چی جا افتاده، اشاره نکردم کدام خانواده است، یعنی خانواده نداشتن دیفالت رو مد نظر بگیرید. دیفالت اینه، اوتلاین یا تکست. این دوتا فرم دیفالت هم پیش فرضن، چیزی که خیلی ارزش زیادی ندارن و بیشترین تکرار رو دارن چون تو خالی ان. شما این کل صفحتون رو برای پرایمری استفاده کنید، یه تصویر عجیبی رو خلق می‌کنید، وزن صفحاتون میره بالا، خیلی درصد داره. برای همین همیشه تصور کنید که تکست و اوتلاین دیفالت هست. حالا کالر اکسنت بی جی، رنگ بک‌گراند اکسنتی رو میخوام که اوتلاین باشه این شکلی. این الان روشنه، میتونید ببینید که کالر اکسنت بی جی گرفتن. کالر اکسنت بی جی در خانواده اکسنت و دیفالت آن هستش که اوتلاین ما، ولی در اسم توکن اون رو نمی‌نویسیم. اما وقتی توکن رو میبینید اینجا راحت میتونید متوجه بشین که بله این از نوع اوتلاین هستی. خیلی مهمه که شما با خواندن دیزاین سیستم به صورت متنی بفهمید که تصویری که داره خلق می‌کنه چیه. اگر شما حتما باید توکنات استفاده بکنید تا بفهمید چی داره خلق می‌کنه که دیگه اصلا توکن‌ها اعتماد پذیر نیستن. در ساختار کانونشنی که من اشاره کردم در درس دوم که نه میتینگ کانونشن اشاره کردم که حتما دیزاین سیستمتون باید خدمتتون عرض بکنم میتینگ کانونشن حتما باید یک مستند سخت مهندسی باشه که قابل اعتماده. قابل اعتماد یعنی قابل پیش بینی بودن، یعنی من میدونم میخواد چیکار بکنه، میدونم خراب نمیشه، میتونم پیش بینی کنم که این اتفاق نمیافته. میتینگ کانونشن از دست ندین، خیلی باحاله. سعی کنم نهایت توانم رو برای شما عزیزان قرار بدم. این رنگش سفیده، خب دیده نمیشه. اینجا هم بوردرش رو شکل دادیم، گفتیم کالر اکسنت بوردر. حالا این بوردر رو اینو با هم دیگه مچ کنین، توکن رو به شما این توکن ها در کنار هم این کامپوننت رو خلق میکنن. حالا میریم در قسمت لایه‌ای که اینجا من نامگذاری کردم. گفتم ببینیم جایی که من آبی استفاده کردم، یعنی همه توکن هایی که تا الان مسیر رو طی کردی رو جمع کن کنار هم دیگه، بعد داره تبدیل میشه به نتیجه. نگاه اینجا داره تبدیل میشه به نتیجه. اینجا میگه که وقتی این رنگ رو دیدی must be written، باید حتما بنویسیش تا توکن تو بهت بده. اگر این رنگ رو دیدی در اسم توکن یعنی که اسکیپش کن، نیازی نیست. یه مدت با این تمرین کنی قشنگ کار دستتون میاد که خیلی راحته. اسکیپش کن و نیازی نیست، چون دیفالت چرا مینویسی؟ نیازی نیست. آبی هم میشه استیت لایف سایکل یعنی محیطی که شما این کامپوننت رو به دست آوردی، حالا میخوای هاورش رو، پرستش رو، دیسیبلش رو استخراج بکنی و اینا هم توکنای خاص خودت داره. هر توکنی که به دست آوردی و به اضافه استیتت بکن میشه هاور. میتونیم ببینیم، بری تو لایه اکسنت دیفالت، کالر اکسنت تکستی که هاوره. من یک متن هاوری میخوام که اوتلاین در کامپوننت های اوتلاین شکل میگیره، استفاده میشه در خانواده اکشن های اکسنت هستش. من رنگ اون رو میخوام. اینجا هم میتونید ببینید، اینجا هم میتونید ببینید. تو دیزاین سیستم ها دیسیبل ها رو یکی میکنن، ولی بچه‌ها دیسیبل ها نسبت به تو پر یا تو خالی بودن ها متفاوته. مثلا اینجا نگاه کنید، دیسیبل کامپوننت من این موسه من چقدر امروز اذیت میکنه. دیسیبل حالت دیسیبل کامپوننت اوتلاین من با دیسیبل حالت پرایمری من متفاوته. پرایمری من چون یه بک‌گراندی داره، بک‌گراند هولد میکنه، ولی اینجا دیگه بک‌گراند هولد نمیکنه، بدون بک‌گراند. اگر من این دوتا رو به دوتا شکل دارم مد نظر میگم، دیسیبل این با این مشترکه، حتی ممکن با این هم مشترک باشه علاوه فور، ولی با این حالت متفاوت. یعنی پرایمری ها دیسیبل های خاص خودشونو دارن. حالا یه موقعی هستی شما تو دیزاین سیستم هم میتونید ببینید که من دیسیبل ارور رو هم آوردم. ما چیزی به نام دیسیبل ارور نداریم. چرا میارم؟ شاید شما خواستی یه روزی از این پتانسیل استفاده کنی. من باید کل رو بگیرم که شما اگه جزء رو استفاده کردی و به کل رسیدی، این دیزاین سیستم کم نیاره و بتونی ازش استفاده کنی. با همون منطق شما توکن های توپر رو به دست آوردی، بریم یه توکن توپر بسازیم. دیزاینر من بهش میگم برو یه دونه کامپوننت ارور انواع فیلم میخوام، میگه باشه. یه دونه میاد اینجا
میگه که خب کامپوننت ارور بود. آره تو پره تو خالی، میگم تو خالیه یا تو پره، فرق نمیکنه، هر جزش من میذارم. کالر ارور تو پر می‌خواستیم، پرایمری یعنی تو پر. چیشو میخوای؟ بک‌گراندشو میخوام بی جی. این رنگو میذارم. یه تکستی میخوام بنویسم داخلش. رنگ اینو میخوام. بچه‌ها حتی اگر رنگتون سفید بود هم باید به توکن درستش وصل بشه که بعداً اگر خواستین رنگتون دست بزنید، 4 تا کامپوننتی که هیچ ارتباطی با اینا ندارن ولی شما روز اول اومدین اینا رو به هم دیگه چون علاوه رنگی متفاوت بودن به هم میریزه و کلا به این میره. خیلی مهمه موقعی که دارید توکن ها رو استفاده میکنید چشماتون رو ببندید. فرض کنید چیزی نیست، SMT بدون استفاده از چشم به شما میگه که در نهایت کامپوننت درست رو به شما تعمین میده. علاوه بصریت بریم ببینیم. من میخوام رنگ درست مناسب این رو پیدا کنم. میگم که رنگ، من کالر میخوام. چه کالری میخوام؟ خانواده ارور سعی میکنم. کالر ارور توپر میخوام. بله این متنی که دارم استفاده میکنم متنی که در یک کامپوننت توپر استفاده شده، پرایمری. حالا چیشو میخوام؟ متنشو میخوام. تکست دفعه پیش بی جی شو میخواستم، الان تکستشو. کالر ارور پرایمری تکست. این هم این الان شد نهایت. حالا همینو بریم آوتلاینشو بسازیم بدون دخالت. کالر چی میخوام؟ ارور. آوتلاین یا فیل؟ آوتلاینه که همون دیفالته. دیفالت رو مینویسیم. خیلی تو مدل من بهتون گفتم دیفالت رو ننویسیم. کالر ارور هیچی. چی میخوای؟ بی جی شو میخوام، بک‌گراند بی جی. این از این. بعد ببینید که توکن توپر اینجا کم آورد، ببینید رنگش عوض شد و این مسئله است. شما توی دیزاین سیستمتون فقط باید سمنتیک استفاده کنید، اصلا سراغ این که برید از رد کالر بگیرید و اینا نرید. چرا؟ چون سمنتیکا به شما کمک میکنن که کامپوننت ها رو از لحاظ محتوای رنگی از هم دیگه جدا کنید و این اصل اساسیه. اصل اساسی یعنی separation of concerns. یکی از اصول مهم در توسعه نرم افزار هستش. میگه ببین نگرانیاتو جدا کن. شکل‌های کامپوننت متفاوت داری، از لحاظ حالت شناسی و اون اکشنش چیاست اینا رو جدا کن. تو شاید خواستی فقط اکشنایی که تو خالی بودن رو آپدیت کنی یا فقط خواستی اکشنایی که پرایمری بودن رو آپدیت کنی. اون موقع شما پرایمری آپدیت می‌کنید، 4 تا جای دیگه باگ می‌خوره. متنشو می‌خوام رنگ بدم. کالر ارور پرایمری هست. خیر این کامپوننت آوتلاینه. میگم که تکست. اینم رنگ میشه. یه بوردر میخوام بهش بدم. بوردر داره دیگه. کالر ارور آیا پرایمری هست؟ خیر دیفالت نوشته بوردر. اسکیپ میکنیم. اینم شد کامپوننت نهایی شما. حالا همین رو اگه بخواید شما به صورت تکستشو حساب کنید، فرق تکست با آوتلاین فقط نبود بوردر. بوردر رو پاک کنید و توکن شما به دست اومده. در همه حالت‌های مختلف رو میایید در دیزاین سیستمتون پایه میذارین. دیزاینرتون وقتی هر جوری داره به این قضیه برخورد میکنه و داره کامپوننتش شکل میده، بر اساس نوع استفاده از اون کامپوننت رنگ درست انتخاب میکنه و رنگ‌های درست توسط شما که دیزاین سیستم انجینیر هستید از طریق دیزاین سیستمتون کنترل میشه. این از این پارت. حالا یه قسمتی داریم ما توی SMT، اینا مدل‌های دیگه همشون همونن، هیچ تفاوتی نمی‌کنه. اینجا مثلا آوتلاینمون یه بک‌گراند خیلی خفیف دابل تون فازی داره، شما میتونید ندید بهش. مهم اینه که پایبند باشید. این سری توکن فقط واسه آوتلاینه، این سری توکن فقط واسه پرایمری. اگه یه روزی استایل دابل تون آوردین فرقی نمی‌کنه، فقط مشخص کنید که دابل تون کجای ماجراست، اولی، دومی، سومی. دیفالت پر اهمیت یا خیلی اهمیت داره، اینو مشخص بکنید و یه دونه از خانواده‌های اکشن رو داپلیکیت بکنید تو توکن ها، اسماشو درست بکنید و از استفاده کردن ازش لذت ببرید. و این به شما اجازه میده که خطا توی کار دیزاینرتون تو انتخاب رنگ و غیره نباشه. حالا من الان میخوام برم بیس رو بزنم. بیس میگه که کالر بیس میخوای، کالر رو یاد باشه بیس رو ولش کن. بیا اینجا پرایمری میخوای یا دیفالت، همون آوتلاین دیفالت من براتون علامت گذاشتم. آوتلاین یا دیفالت میگیم که خب فیل یا همون پرایمری. میگم که بنویس کالر فیلو که میگم ننویس. پرایمری کالر پرایمری چی میخوای؟ بی جی. کالر پرایمری بی جی. این رنگو به شما داده واسه بک‌گراند.
کالر پرایمری تکست رنگ سفیده چون باید سفید باشه تو این دیده بشه دیگه، یا کالر پرایمری بوردر، کالر پرایمری بوردر. این توکن رو به شما داد. استیت لایف سایکل کامپوننت به این صورته. هر چی به دست آوری به اضافه استیتد هاور پرست دیسیبل. بچه نکته‌ای که وجود داره، حالا این خارج از مسئله است، دیسیبل یک استیت مجازی، این فقط واسه دانشتون میگم، یه استیت مجازی، چون دیسیبل در دنیای فنی وجود خارجی ندارد. ما یک توکن رو با یک نامی به نام دیسیبل موجود میکنیم که کاربر فقط بفهمه که اون غیر فعاله، ولی در دنیای دیولپ چیزی به نام غیر فعال وجود نداره، یک ورییشن دیگه است. مثلا من به عنوان مثال اگه برم شما برید کرومتون رو باز کنید، من حالا از صفحه خارج میشم، کرومتون رو باز کنید، کنترل شیفت سی بزنید، برید یک کامپوننت رو پیدا کنید، کلیک راست کلیک بکنید بهتون میگه چی میخوای، مثلا فوکوس ویدین میخوای، فوکوس ویزیبل میخوای، هاور میخوای، پرست میخوای، چی میخوای، ولی توش دیسیبل نمیبینید. دیسیبل یک استیت مجازی که ما میسازیم که کاربرمون علاوه یو ایکس راحت باشه. دیفالت و اوتلاین هم که توضیح دادم به چه صورته، و اینو نگاه کنید الان یه هارمونی زیبایی رو براتون پیدا کردم. از دور نگاه کنید میبینید که 1 2 3 4 3 تا مرحله پر رفته، اینم 1 2 3 4 3 تا مرحله پر شده. دوباره میگه که 1 2 3 4 3 تا مرحله پر شده. این نشون میده که توکن ها با یک هارمونی دارن کار میکنن که شما یک تصویری رو از دور میبینید از توکن ها، میتونید ببینید که مثلا ردیف 4 3 تا لول تو پر شدن، یا اینجا تو آیکون ها 3 تا لول بعد از ردیف 4 تو پر شدن. این هارمونی و اون بازی که این توکن داره با هماهنگی با هم دیگه انجام میده رو به شما نشون میده. یه لایه دیگه هست به نام اوتلاینی که استیتلسه. ما دیفالت و استیتلس در یک خانواده هن، خیلی نزدیکن به هم دیگه، به این صورتی که شما مثلا میخواید تکست دیسکریپشن بزنید، دیسکریپشنتون که دیگه پاراگراف اینا نداره، اینا همون خانواده دیفالت هم، ولی برای اینکه بهتر دیده بشه به گمان من درست یا اشتباه شما نظرتون بگین، من آوردم خارج از دیفالت. بریم تو دیفالت نکنید، اینا دیفالت همونه. تو دیفالت میبینید که اکثرشون استیت داره، فقط دیفالت اینجوریه. دیفالت به خاطر اینکه یک خاصیت پیش‌فرضی داره، توکنای خونساش خیلی زیاده. توکن خونساش به حدی زیاده که من دیگه نمیتونم مثل پرایمری رو پرایمری کلیک کنید تو این قسمت بالا، یعنی قبل از اینکه برید داخل زیر مجموعه رو خود پرایمری کلیک کنید، به صورت فامیلی بهش نشون بدم، چون تعدادش بالاست. این همه تعداده، فقط یه دسته کاملی از تکست هایی داریم که استیت ندارن، هاورشون بکنید اتفاقی نمیفته. کار تکست تایتل داریم، کار تکست داریم که اشاره نشده، هر نوع تکستی که شما نمیتونی بگی نه تایتل نه سکندریه، کلا کالر تکسته. کار تکست دیسکریپشن که مشخصه واسه دیسکریپشنه. کار تکست پلیس هولدر، متنی که داخل اینپوت ها که دست نخورده و حالت دیفالت هستن استفاده میشه. کار تکست تایتل سکندری، یه تایتل زدی یه ریز تایتل هم میخوای زیرش بزنی که یه ذره رنگش با اون تایتل متفاوت باشه. دو تا تایتل و ریز تایتل یا زیر تایتل یا ساب تایتل اصطلاحاً بهش میگن، مشخصه. شاید اینجا مشابهتایی ببینید، مثلا اینجا 950 استفاده شده، حالا مشابهت نیستش اینجا، من نمی‌دونم اینو وصل کنم به این، اینا اصلا دیگه جدا، همه دارن از پلت میخونن رنگاشون. و چون تعداد زیاده دیگه تو دیفالت فامیلی تری نداریم، اون بالا نداریم، و تو دیفالت خالص رفتیم سراغ استیت ها. ولی تو پرایمری خیر، میتونید کالر پرایمری بی جی بلند ببینید. بی جی های بلند چه شکلی ان؟ بلری که روی کامپوننت توپ خورتون میزنید با نوع بلری که رو کامپوننت دیفالتتون میزنید متفاوت. بلر منطقش این شکلی بود که یه سبک طراحی گرافیکه که شما میتونید اجسامو با شفافیت کنار هم ترکیب کنید و یه تصویر بسازید. تکنیک بلره. همین تکنیک چون شناخته شده است، من اون رو به عنوان اسم توکن بلر انتخاب کردم. و دیگه نمیام بگم اوپاسیتی چند، بلری که زیر مجموعه پرایمری. اگر شما بلر رو تو پرایمری استفاده کنید 100% کار میکنه، ولی اگر شما یه بلر فقط داشته باشی، یه بلرت ممکنه تو پرایمری تو پرگی روشن باشه، تو اکسنت کم رنگ باشه، اکسنت تو پر رنگ باشه. این اتفاقات براتون میفته. برای همین شد که
یه توکن خیلی کوتاهی هست، یه سری توکن آن دیفاینده. بچه‌ها این توکن ها رفرنسن، خب از لحاظ نوشتاری درستن ولی از لحاظ ولیو ممکنه درست نباشن و اصلا نباید درست باشن. واسه مثال دادم که شما به قولی اونجوری که دلتون میخواد اینا رو کانفیگ بکنید و مناسب بیزینستون کنید. خواستین رنگاشو کلا عوض بکنید، رنگای پلتتون رو عوض کنید، برندتون رو عوض بکنید، همه جا توکن‌های دیگه‌تون عوض میشه. نیازی نیست برید از اونجا عوض بکنید. و پرایمریتون هم عوض بکنید، دوباره هر جایی که پرایمری استفاده کردین تغییر میکنه. چی می‌خواستم بگم؟ undefined. من تو توکن هام یه توکنی معرفی کردم به نام undefined و none. توکن نان چیه و undefined چیه؟ من یه توکنی ساختم به نام کالتکس اکتیو. من این توکن رو دارم، خب، و ممکنه بیزینس تو آینده بهش احتیاج داشته باشه. از اونجایی که من اینو پابلش کردم برای شما، من در آینده آپدیت هایی واسه این توکن ها میدم که شما میتونید به رایگان دریافت کنید و استفاده کنید و بدون ارور راحت به سیستمتون استفاده کنید. چون من در هم پروژه تپسی بود هم در پروژه دیگه دارم از همین معماری استفاده میکنم که به ظاهر هم یکی دو تا از بانکایی هم که باهاشون همکاری دارم اونا هم علاقه‌مند شدن که اینو بررسی بکنن. یه کالر تکست اکتیو دارم، یه رنگ تکست اکتیو دارم. مثل کجا؟ دید می درگاه پرداخت خرید میکنید، مثلا کیف پول رو میزنید، تنها جایی که در نرم افزار بیشتر دیده میشه مثلا در اپ‌های ایرانی که تایتل فعال میشه کیف پوله. کیف پول رو فعال کنی تایتلش هم فعال میشه. یه همچین چیزی در دیزاین سیستم امر پیش بینی نشده هستش. من مجبورم بیام در دیزاین سیستم نهایت رو بگیرم ولی آن دیفایندش میکنم، میگم ببین من هنوز هیچ تعریف نکردم. دیزاینر اگه این توکن رو بخونه ببینه صورتیه، چون رنگ صورتی خیلی کم استفاده شده در دنیای محصول مثلا ایران، میدونی که داره با ارور برخورد میکنه. اروری که میگم آن دیفایند، من هنوز تعریفش نکردم برات، تو میتونی تعریف کن یا من اگر یه روزی نیاز باشه تو بیزنس تعریف کنم، ولی کن نمیگم الان ولیوش چیه. اگر ولیو بهش بدم و صورتی نباشه دیزاینر استفاده میکنه، اگر صورتی باشه دیزاینر از استفاده کردن آن چیزی که نهایی نیست اجتناب میکنه، چون صورتی یعنی گاو پیشونی سفید معلومه. پس این منطقی این هستش که ما آن دیفایند داریم استفاده میکنیم. توکنایی که نمیخواید رو حذف نکنید، آن دیفایند کنید و بعداً بهش احتیاج پیدا خواهید کرد. یه سری توکن ها اینجا مثلا اضافه است، مثلا شما رنگ توپورتون بوردر نمیتونه داشته باشه، چون وقتی رنگ توپوره بوردر چجوری میتونه داشته باشه. ولی شاید شما یه روزی یه کامپوننتی داشته باشین باتن که توپور باشه و شفاف. من نمیتونم بیام بگم من بوردر رو برمی‌دارم چون من میگم. خیر، من موظف هستم نهایت رو انجام بدم. شما اگه دوست داشتین استفاده کنید، اگه دوست نداشتین آن دیفایندش کنید. یک مورد دیگه هم هستش توی اینا، تو قسمت all variables پلت هندل میشن، قسمت undefined. تو لایه undefined به این صورت کار میکنه. undefined که عرض خدمتتون دوباره تکرار نمی‌کنم، نان یک رنگ شفافی که هیچی نیست. دید بعضی موقع مثلا به یک کامپوننتی قصد بک‌گراند نمیدین، بعد دیزاینرتون میاد میگه که آجی چرا به این بک‌گراند ندی، اشتباه کردی، با حتما بک‌گراند میدی. بعد تو حالا بهمون بفهمون که بابا من اینو از قصد ندادم. وقتی میخوای از قصد بک‌گراند ندی و اگر میخوای دیگران هم بعدن از اون توکن استفاده کامپوننت استفاده کنن بهش بک‌گراند ندن چون تو انتخاب کردی، بهش نان میدی. هر نوع توکن نام، مثلا میگی که آقا این تکست اصلا رنگ نداره من تعریف میکنم، تو حق نداری که بیای پاکش کنی. این نشون میده شما به اشتباه رنگ ندادی و درست با یک معیار سنجیده‌ای بک‌گراند رو ندید به یک دلیل اینکه توکن نان رو استفاده کردید، یعنی بک‌گراند ندید به این کامپوننت. در دیفالت ها استفاده کنید، خیلی خوبه، باعث میشه که دست دیزاینر هم نخوره یه بک‌گراند یه دفعه بندازه پشت دیفالتتون، نان به درش میخوره. یه توکن شوکیس و شوکیس سکندریه، مثلا این کامپوننت ها، این رنگ ها، مثلا اگه دوست داشتین وصل کنین این از اینجا داره میخواد. تفاوتش بین خیلی چیز خاصی اینا زیاد به در بخور نیستن دوتا، ولی دیدید که کارفرمای موقع فاز برمیدارن آقا مثلا پرزنتیشن خیلی قویت برند باشه. اینم لوگوی لونتیک هستش، لوگوی کاملش میتونید ببینید. لوگوی اصلیش به این صورته. مفهومی هم که در لوگوی اصلیش هست رو من براتون اصلا نمیدونم کجا گذاشتم لوگو رو در این نسخه، من ببینم اینجاست. اینجا بچه‌ها داشتم درس میدم خیلی چیز می‌زنیش. لوگوی اصلیش هم به شما پیام میرسونه، میگه اگه میخوای عمیق‌تر بشی برگرد عقب، اوج بگیر و تا بتونی عمیق‌تر به قضیه برخورد بکنی. لونتیک 3 هستش، اسم حسابی که
دارمش کار میکنم. این بود بحث SMT. امیدوارم که به درتون خورده باشه، زیاده گویی نکرده باشم. سوالی داشتین من در تلگرام در خدمتم، سوالات بیشتر شد حمایت کردین، قدم رو چشم ما گذاشتین، حتما بهم پیام بدین، علاقه‌مندیتون رو نشون بدین، من در میتینگ ها دعوتتون بکنم و یک جلسه ای هم بعد از اینکه به تعداد مناسب برسیم برای رفع خطای استفاده شما از توکن SMT میپردازم. در نهایت بریم یه قسمتی که من توکن های استیتلس رو بهشون بگم. توکن استیتلس بیشتر توکن هایی هستن که هاورینا ندارن، به صورت پیش‌فرض دیفالتن، یعنی آن چیزی که میشه گفتش آن چیزی که بیس کور نرم افزاره. ببین من نمیگم برایتن، چون ممکنه دیفالت شما در موبایل در دارک مود دیفالته، در برایت مود که روشن هم هست دیفالت. اگه من بیام بگم برایت روشن، اگه من بیام بگم این توکنی که من ساختم چه رنگیه، قرمز روشنه یا مثلا سفید روشنه، دیگه اون توکن در مود خدمتتون عرض بکنم دارک مود دیگه قابل استفاده نیست. اینه من اگه اینجا یه دارک مود اضافه بکنم از همین توکن ها بدون اینکه اشتباهی صورت بگیره میتونم در قسمت دارک مودم استفاده کنم. و اگر یکی دو تا کامپوننت رو شما با بردن ایجاد کردن یک مود دارک مود کانفیگ بکنید، یعنی کامل توکناتون رو کانفیگ بکنید رو دارک مود، یعنی ولیوی دارک مود هم بهش بدین، پلاس رو بزنید، دارک مود فعال میشه، دونه دونه بهش بگین تو دارک مود چه رنگیه، دیگه حتی نیاز ندارید کامپوننتاتون رو توسعه بدین. خیلی راحت شما فقط خروجی دارک مودتون رو فقط خروجی دارک مود میگیرین. بچهای دیزاین دیولپر دیگه دارک مودشون مود نیست، مثلا یه سری توکن های برایت مود رو دارن، ولیوی برایت، اینو با یه توکن های دارک مود عوض میکنه. وقتی توکن ها عوض میشه رنگ کامپوننت ها همه عوض میشه. مثلا نیاز نیست که اضافه کاری بکنید، بیاید کامپوننت دارک رو هم تنظیم کنید. روی دو سه تا مورد این رو همون کامپوننت هایی که هستش پیاده سازی بکنید، دیگه هزینه‌ای نداره و دیگه نیازی دارک مود طراحی کنید. خروجی توکن میدید، هر کامپوننتی که برایت میدید خودش میره رو دارک مود میشینه که روش مناسبی هم میتونه برای شما باشه. حالت‌های استیتلس بدون استیت رو هم مشخص می‌کنیم. کال تکست هدینگ استیتی ندارد، تکست استیت ندارد، کارتونری ندارد، کال تکست بیس ندارد. لایه اسپک رو بهتون میگم. بک‌گراند مثلا بک‌گراند رو هاور بکنی اینجا نداره، ولی بی جی هاور داریم. اینجا میتونید بی جی هاور ببینید. اینا این بی جی هاور. شاید یه خیلی بک‌گراندی بهش بدید. وجود داره. بی جی استیتلس، بوردرهای استیتلس، چون بوردر هم میتونه استیت بپذیره. مثلا شما یه چیزی فعال میکنی، یه بوردر سبز دورش بیفته که این یعنی اکتیوه. استیت هم مشخصه، هاور، پرست، خدمتتون عرض بکنم دیسیبل، اکتیو و فوکوس. اینها استیت های شناخته شده هستن که شما میتونید ازش استفاده بکنید. در نهایت یکی توکن های فیل برعکس دیزاین سیستم های دیگه بچه‌ها، فیل یک پراپ CSCه، به معنای پر کردن وکتوره. یه سری از دیزاین سیستم ها مثل خود اند، متد عزیزم که توی میتینگ هستش، توی فایل هستش، دیزاین سیستم ها مثل اند اومدن از فیل به عنوان بک‌گراند استفاده کردن. بچه‌ها بک‌گراند سرفیس نیست، بی جی بک‌گراند اسمش، در دنیای دیولپ هم اسم کدش بک‌گراند. ولی چرا میذارن سرفیس؟ به خاطر اینکه یکی از دلایل وجود سرفیس این که لایه است، اما کار یه مقدار ممکنه سخت بکنه. من با بی جی پیشنهاد میکنم و خودم با بی جی راحتم، توصیه میکنم شما هم مد نظر بگیرید. نیاز نیست بنویسید سرفیس، بنویسید بی جی بک‌گراند. خود بک‌گراند رو نباید بنویسید، با بی جی که کانفلیکت نخوره تو وقتی تو کنار رو میگید و میبرید تو دیولپتون. کالر فیل واسه پر کردن رنگ‌های وکتورهاتون هستن، وکتورهایی که آیکون نیستن. مثلا یه تصویر وکتوری دارین، شما میخواید بگید که اگر تصویر وکتوری داشتین از این رنگ‌ها برای رنگ پردازی و رنگ‌آمیزی وکتور تصویر وکتورتون استفاده بکن. خدمت عرض بکنم که اسپک استیتلس هم چه شکلیه. اسپک استیتلس اینجوریه، یه لایه‌ای داریم به نام اسپک. لایه اسپک یعنی اسپسیفیک. لایه اسپسیفیک میاد یه سری توکنایی که بیزینس اونر میگه الا بالله من اینا رو میخوام. آقا ما مثلا کالر اسپک دیسکاونت نداریم
ولی بیزینس اونر میگه من میخوام و درستم میگه، حقم داره. یه لایه جدا به نام اسپک اسپسیفیک طراحی کردم، کالر به اضافه اسپک به اضافه اون حالا هر چیزی کاستوم. اینجا فضای خودتون راحت باشه، هر چی دلتون میخواد اینجا اضافه کنید، هیچ اشکالی هم نداره. من آپدیت بدم، من به لایه اسپک شما اصلا کاری ندارم. اینا هم که گذاشتم میتونید حالا آن دیفایندش بکنید، ولی اسلاگ و اسلاگ سکندری که آخرین توکنایی که ارائه دادم ممکنه به درتون بخوره. اسلاگ به کجا به کار میاد؟ قسمت درگاه پرداخت رفتین مثلا میزنه درگاه پرداخت 2 نقطه بانک ملت یا مثلا میزنه بلو. خب تو بعضی بیزینس‌ها میخوان قبل 2 نقطه درگاه پرداخت کم رنگ‌تر از بعد 2 نقطه باشه. اون قبل 2 نقطه میشه اسلاگ، بعد 2 نقطه میشه سکندری. هیچ فرقی هم نمیکنه شما جاشون رو عوض بکنید. مهم اینجا میتونید ببینید که کار اسلاگ کم رنگ‌تر از سکندری. دیگه نیازی نیست هر دفعه دیزاینرتون وقتی به 2 نقطه میخوره میخواد قبل 2 نقطه رو کم رنگ‌تر کنه بیاید بهش بگید که آقا برو نوترال چی بود بگیر، یا مثلا برو کالر تکست فلان رو بگیر. اون دیگه یادش نمیمونه. شما باید یه توکنی رو مشخص بکنید که بتونه استفاده بکنه. و اسلاگ هم از منطق اصلی شاتگان اومده. شاتگان گلولاش به صورت پشت سر هم این شکلی چیده میشن و یک اصلی به این شکل هستش و به اون گوله شاتگان به خاطر این چیدمانش میگن اسلاگ، پوسته ماننده. و چون درگاه پرداخت 2 نقطه معیار جلوش یک حالت تیکه تیکه و قطاری داره مثل همون گوله شاتگان، من اسلاگ رو و پوسته رو براش انتخاب کردم و همین منطق البته در دنیای دیولپ شناخته شده است و اسلاگ های سئو هم با همین منطق نامگذاری میشن و دنبال میکنم. امیدوارم که این حالا آموزش یه مقدار طولانی براتون مفید بوده باشه. یک خلاصه کوتاهی از میتونید همه توکن‌ها رو ببینید روی چند تا رفرنسی که براتون قرار دادم. من یه دونه اینپوت اینجا براتون بگیرم اگه خواستین از اینپوت‌های من استفاده کنید راحت بتونید. بچه‌ها اینپوت‌های من با تکنیک اگریگیشن میرورینگ داره استفاده میشه. به فارسی یک تکثیر پارامتریک نامش. تکثیر پارامتریک یعنی شما داخل کامپوننت های تکثیر پارامتریک کامپوننت هایی هستن که ورییشن های زیادی دارن، مثل اینپوت، مثل باتن. البته باتن ها اینو فالو نمیکنن چون براتون سخت میشه ادیت کردنش، ولی اینپوت رو براتون گذاشتم فعلا. من داخل کامپوننت یکی از کامپوننت های دیگه هم یه دونه اینپوت دارم، خود اینپوت هست، این بالایی است. من اگه اینو بیارم داخل فرزندش یا ورییشن یا اینستنسش رو ببینم، داخلش دوباره همون کامپوننت اومده داخل این نشسته و کلیک کنم میگه این همینه، فقط رنگش اوورراید شده. این به من این اجازه رو میده من یه کامپوننت داشته باشم چون فرم و حالت کامپوننت در همه جا در همه بررسه ها یکیه و این به من این اجازه رو میده که یه دونه کامپوننت من طراحی کنم. مثلا الان میخوام تصمیم بگیرم که پدینگ چپ و راست رو ببرم بالا، میگم همه کامپوننت ها پدینگ چپ و راستشون رو مثلا افزایش بدن که این شروع میکنه پدینگ هایی که بستن به این رو میبره بالا. و به عنوان مثال من میخوام یه چیزی اضافه کنم، میخوام همشون داشته باشه، میگم که کنترل دی میزنم، اونایی که دیسکریپشنشون فعاله یک دیسکریپشنی جلوشون میفته و من دیسکریپشن میخوام بردارم. یا فقط میخوام بگم که همه کامپوننت ها آیکون سمت راستش از سمت راست مثلا 12 تا پدینگ داشته باشه، همه 12 تا پدینگ فالو. پس این میشه کامپوننت مسترم، این کامپوننت اسلیومه. یه مقدار کار کم باشه ممکنه براتون چالش داشته باشه ولی خب فول ریسپانسیو دیگه. نمیذارین اینجا بزرگوار رو کنترل یاد بکنید. اینم تکنیک حالا روش ساختش هم میتونید ببینید، دوست داشتین بهم پیام بدین، نظرتون رو بگین. من اینو چقدر وریشن داره امکانات زیادی داره فیل کردم، اینو کوتاش میکنم کار میکنه. و حالا یه باگی که هست این حالت ایست تایپینگش هست، این بالی تکست میفته بعضی موقع تو دیزاین سیستم‌های مختلف این ریسپانسیو نیست. اینم ریسپانسیو کردم براتون و آیکون پکش هم از آیکون پک ارغوان داره استفاده میکنه. به زودی من ریلیزش میکنم و ارغوان رو تو همین پروژه میتونید استفاده کنید. در آینده من ارغوان رو براتون لیست میکنم و براتون ارسال میکنم. امیدوارم که این میتینگ حالا انقدر رفتیم میتینگ عادت کردیم این ویدیو براتون جالب بوده باشه. متشکرم از زمانی که گذاشتین، دمتونم گرم.
اگر نیاز به آیکون پک ارغوان داشتین و تا آخر این ویدیو رو مشاهده کردین، جایزه پیش من چند تا کامپوننت و آیکون دارین. دمتون گرم مثل همیشه. تاج سرین. مرسی. فعلا خدا نگهدار.